سلام دوستان، خوش اومدید. میخوام بازی گرنی رو انجام بدم، ولی چون نسخه اصلیش یه جوریه برام نصب نمیشد، برای همین داخل چیکن مودش رو ریختم. یه جورایی هم مثل ماینکرافت چیزای چیکن که البته سخت مود ریختم، و اینکه باید به مدت 4 دقیقه از گردنی دور بمونیم. به مدت 4 دقیقه. خب اینم داره که باید اینو باز کنیم. اینم از گرده. یا باز به مدت 1 دقیقه عوض شد، چون که اینجا زده 1 دقیقه فقط وقت داری از گرنی دور بمونی. اون قرمز گرنی اونجا یه دونه مرغ روش کلاه قرمز، اون طرف گرنی، اون آبی هم طرف من. چند ثانیه مونده. انشالله که گرنی نیاد. گرنی نیاد. و اینکه خوشحال شدم این ویدیو رو دیدید. اسمم هم عوض کردم، گذاشتم رایان امروز، و اینکه زود عوضش میکنم، به خاطر یکی فقط این ویدیو هم گذاشتم. و اینکه خداحافظ.